به تو میخوام آفتاب نرسه اگه یه وقت مهتاب. آقای عزیز هنوز برنامه شروع نشده، اجازه بدید من سلام کنم. سلام، من امیر فردین هستم، با برنامه ما همراه باشید. حالا بفرم. عزیزم پس ما چی؟ منم هومنم. منم سیاوش هستم، همه سیا صدام میکنن. من و هومن و سیاوش با شما هستیم. بخون عزیزم. بله قصه پشمی باز تو صدامه، چشم گندی باز سر رامه. شما فالش میدونی چیه؟ شما خود فالشی، خودش. عزیزم شما داری زور میزنی، سر ضرب بخون آهنگو. عزیزم شما از خود دفاعی داری؟ بله بهترین دفاع حمله است. خیلی هم برو خوب تو هوا خوندم. بخون. شما اصلا سواد. خب دوستان یه مشکل در پخش پیش اومده، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. یکی بیاد این جنازه رو از این وسط جمع کنه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام. من امیر فردین خوشحالم که به همراه دو دوست خوبم آقا سیاوش از استکهلم سوئد و آقا هومن از شتوتگارت آلمان با یک برنامه ناکوک دیگه با شما هستیم. این 4مین قسمت از برنامه ناکوک هستش. اگر 3 قسمت قبلی رو ندیدید مشکل نداره، سری به آرشیو یوتیوبی برنامه پشت پرده بزنید، میتونید 3 قسمت قبلی رو هم ببینید و اگر تازه هم به ما پیوستید بهتون میگیم که برنامه ناکوک چی هستش. ما در برنامه ناکوک یه هدف کلی داریم، اونم این هستش که سواد موسیقی افراد رو بالا ببریم و ایرادهای خواننده ها رو در حین اجراهای زندهشون و کنسرت ها بگیریم به صورت علمی و تکنیکال، نه به صورت عقده گشایی و چیزهای مختلف. سعی کنیم که کاملا این اتفاقات رو علمی به شما بگیم و امروز در برنامه ناکوک میخوایم اجراهایی که بعضی از خواننده ها در تلویزیون های مختلف انجام داده بودن و ادعا کرده بودن که این اجراها زنده است رو آنالیز بکنیم و گویا پلی بک و کارشناسان برنامه میگن که تا خشتکم پلی بک بوده، اجراهایی که توی شبکه تپش و بی بی سی و آونگ اتفاق افتاده. خواننده‌های همچون شهرام سولتی و کوروش و شهره و منصور و مرتضی و سایر افراد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیستش که ما در برنامه ناکوک به هیچ عنوان هیچ تعارفی نداریم و اصلا برامون بزرگی و جایگاه افراد مهم نیستش. اگر یک خواننده‌ای در کنسرتش فالش بخونه یا اگر یک جای پلی بک بخونه بدون هیچ رو درواسی افشا میکنیم. در قسمت قبلی هم آقای صدا اصطلاحاً آقای ابی رو اومدیم تحلیل کردیم، من تحلیل نکردم، آقا هومن آقا سیاوش زحمتشو کشیده بودن و همچنین شاهمایه موسیقی ایران خانم گوگوش رو اومدیم تحلیل آنالیز کردیم. اول یک سلام علیک کوتاه داشته باشیم، بعدش آغاز میکنیم این برنامه جنجال. آقا سیاوش سلام، بگید که 3 قسمت قبلی فیدبکاش چطوری بوده؟ درود بیکران، خیلی خوب بود، خیلی کامنت زیاد گرفتیم، هم خوب هم بد و امروز قراره به یه سری از این کامنت ها جواب هم بدیم همینجون در ضمن. یعنی ما از اون خانواده هاش نیستیم که جواب ندیم. بله یه سری کامنت ها بود در کنار فوش خارقه، بخشید در مقابل یه سری کامنت هایی که اومده بود، یه سری کامنت ها هم اومده بود که قراره که کامنت هایی که زیر یوتیوب و اینستاگرام ما گذاشتید رو پخش بکنیم و کارشناسا جواب بدن. بفرمایید سیاوش ادامه بدید. البته که فوش بچه صلواته، ولی اشکال نداره، فوش هم دادن دیگه. به هر حال بعضی موقع آدم باید فوش بخوره، بعضی موقع باید ازش در واقع تعریف و تمجید بشه. ما هر جفتشو با آغوش باز میپذیریم. اونایی که فوش دادن هم دمشون گرم، به هر حال نگاه کردن و فوش دادن به همین قشنگی. بسیار عالی. آقا هومن نظر شما چی هستش؟ فیدبک هایی که از 3 قسمت قبلی گرفتید چی بوده؟ شنیدم که یه سری تماسا از اون لالوها هم شده و یک سری کامنت ها هم دریافت کرد. بفرمایید. خب همین که دوستان محبت کردن، تماس گرفتن، از خوبی‌ها و بدی‌های برنامه گفتن، بیشتر خوبی‌ها رو گفتن، لطف داشتن، این نشون میده که ما داریم کارمون درست انجام میدیم، چون واقعا هدفمون بالا بردن سطح سواد موسیقایی مردم همونجوری که گفتی همینجا. یه چیزی راجع به برنامه قبلیمون که آنالیز برنامه من و تو بود، لایو خانم گوگوش و لایو بچه‌ای که اونجا اجرا کردن واسه نوروز، بگم ببینید انقدر که این کارا ضعیف بوده که هیچ کدوم این خواننده‌ها توی صفحه اینستاگرامشون
اون کارا رو نذاشتن. من اگه بودم توی همچین سالن مجللی بودم و یه همچین ارکستر خوبی و بزرگ و همه چی مرتب ارکستر حرفه‌ای بود، مطمئنا تو صفحه اینستاگرام هم میذاشتم. این نشون دهنده اینه که خودشون فهمیدن که چقدر اجرا ضعیف بوده و اینکه شبکه‌های دیگه هم که همه پلی بک کردن که امروز قرار راجع به اونا صحبت کنیم. من موندم 40 ساله که اینور دنیا این شبکه‌ها چه خدمتی به این موسیقی ایران کردن که الان باید به خاطر ضعفشون تو اجرای زنده بازم بخوان فریب کاری بکنن. این چون فریبه، بیان بگن ما پلی بک داریم کارمون رو واسه نوروز پخش میکنیم، این که قشنگتره تا اینکه بگن لایو ولی ما در بیاریم که پلی بکه. بس سوال از سیاوش بپرسم همینجا. نورمال و عرف هستش که بخواد یه خواننده پلی بک بکنه یا نه، یا صرفا باید حتما بره زنده بخونه؟ نه ببین اصلا چیز نیست که حالا آسمون به زمین نمیاد پلی بک، یه موقع حالا مشکل هست، یه موقع مریضه، ولی داستان یه چیز دیگه است. داستان اینه که شما باید در واقعیت توانایی اجرای زنده رو داشته باشی که بعد حالا یه موقعی هم مجبور شدی پلی بک اجرا کنی کسی ازت ایراد نگیره، نه اینکه کلا همیشه پلی بک بوده باشی یه دونه لایو درست حسابی هم ازت نبوده بعد بگه آی من خواننده. اینش مشکله. ولی خب خیلی از آرتیستا تو خیلی جاهای دنیا اجراشون پلی بک ولی ادعای خاصی هم ندارن نسبت به اینکه حالا واو من خیلی خواننده مثلا خفنی ام و اینا. بعدش هم خیلی وقتا هم هست خواننده‌های خیلی بزرگ به هر حال موزیکشون اون چیزی که ساخته شده براشون، مثلا موزیک الکترونیک بک وکال داره، یه چیزایی که حالا امکانش نیست توی اون اجرا بر اساس اون کارهایی که کوردینیتورشون برنامه‌ریزی، مثلا یه رقص خیلی سنگینی داره که امکان اجرای زنده و همزمان خوندن یه سری چیزا وجود نخواهد داشت براش. به خاطر همونم میان یه سری چیزا رو تو پلی بک ولی خواننده باز روش میخونه. یعنی اینجوری نیستش که کل اجرا پلی بک باشه. یعنی قضیه اون فیش است تو آکواریومه دیگه. دوباره متوجه شدم، چون یه کلمه گفتی که در واقعیت هم بتونن واقعا بخونن. هومن واقعا این خواننده‌هایی که ما تو این چند وقت آنالیز کردیم در واقعیت هم میتونن اونقدر با کیفیت بخونن یا حتما باید ابزاری به اسم پلی بک بیاد و کمکشون بکنه؟ نه همین جان، متاسفانه باید بگم که موزیک پاپ ما به خاطر اینکه توضیح هم دادیم تو قسمت قبل تمرین خوانندگی نمی‌کنن و وقت نمیذارن برای اینکه جوست و تمیز بخونن. هیچ کدومشون، من تا اینجایی که دارم آنالیز میکنم، حالا خوبم داریم که اونا رو هم خواهیم گفت، ولی بیشتر یعنی 95% خواننده‌های ما ضعیف میخونن توی اجرای زنده. اصلا وحشتناکه. به خاطر همینه که میان میگن که ما امروز کنسرت داریم، بعد میریم نگاه میکنیم توی شبکه‌ها میبینیم که پلی بکه، چون خواننده توانایی زنده خوندن نداره. اگه توانایی داشته باشه مطمئنا اجرا خواهد کرد. ولی اینم بگم ما نماینده مردمیم، ما داریم از حقوق مردم دفاع میکنیم. واقعا این دوستان عزیز توجه بکنن، اینا که حالا حرفای زشتن به ما زده بودن یه عده، ما داریم از حقوق شما دفاع میکنیم. فکر نمی‌کنم که کار بدی انجام بدیم. از این به بعد تیم ما اجازه نمیده که پلی بک رو به عنوان لایو به مردم بگن. درسته مردم من شاید متوجه نشه، ولی تو این آموزش‌ها 100% در برنامه‌های آینده بین لایو و پلی بک رو حتما با هم تفاوتش رو احساس خواهند کرد. یک جمله گفتم تمیز خوندن. واقعا اگر این تنظیم کننده ها و میکس مسترها رو از این خواننده ها بگیرن فکر کنم دیگه هیچ چیزی واسه عرضه نداشته باشه. یه دونه کلیپ طنز اومده کمر مارکت میشکنه، کمر مارکت میشکنه عزیز. یه کلیپ طنزم بود دیگه، طنز درست کردن آسیا بشاره که طرف آتاشقال میخونه. آره بریم ببینیمش. آره بریم کلیپ رو ببینیم بیایم نظر دوستان بدم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش می‌کنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که می‌خوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بسیار عالی. این نکته رو هم بگم که آقا هومن اگر یادتون باشه در قسمت اولم گفتم که توی مسابقه پرژن گات تالنت شرکت کرده بود و حذف شد توسط اون تیم داوری و بعد از اون ما برنامه ناکوک رو اومدیم ساختیم که کمکی بکنیم به افرادی که علاقه دارن به این که بیان توی صنعت خوانندگی و یک اهرم کنترل کننده باشیم واسه افرادی که آشغال به عنوان یک موسیقی حرفه‌ای دست مردم ندن. بعد از اینکه این 3 قسمت 4 قسمت اومد بیرون، خب واکنش‌ها به سمت آقا هومن که حالا به نسبت جوان هم هستن، البته 2 تا دوستای ما سیاوش و آقا هومن جوان هستن و یکی از دلایلی که من این 2 تا دوست عزیز رو انتخاب کردم که به عنوان کارشناس تو برنامه ناکوک باشن، البته انتخاب نکردم، اینا
لطف داشتن به من 2 تا دوست عزیز که اومدن. این هستش که ما بگیم که ما کارشناسایی رو داریم و متخصصین رو داریم در حوزه مهندسی صدا، در حوزه تنظیم، در حوزه ساخت موزیک ویدیو، در حوزه اصطلاحاً علاوه تکنیکال آنالیز کردن موسیقی که جوونن اما هم علم این کارو دارن هم درسشو خوندن. آقا هومن و آقا سیاوش هر دوتاشون در اروپا تحصیل کردن و مدرک خاص خودشون رو در تخصص خودشون هم دارن در دانشگاه اروپا. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که این دوستان رو انتخاب بکنیم. اما بعضی از کامنت ها به این سبک و سیاق رفته که اینها دارن انتقام جویی میکنن چون جایی در مارکت نداشتن حالا دارن انتقام جویی میکنن. ببین من سوالی که جایی در مارکت نداشتن رو اینجوری پاسخ میدم. انقدر فضای مارکت موسیقی ایران مسموم و رانت و لابی شده که اگر شما رانت و لابی نداشته باشی و پول خوبی خرج نکنی نمیتونی بیای بالا. پس اگر یه شخصی استعداد داره نتونسته خودشو نشون بده به خاطر فضای مسموم موسیقیایی بوده که ما قطعا در روزهای آینده و در برنامه‌های آینده بهش اشاره می‌کنیم. این مقدمه رو گفتم که برسیم به کامنت‌های مردم و اصطلاحاً نظراتی که دادم. به عنوان مثال من دارم کامنت‌هایی که دوستان در فیسبوک در یوتیوب میذارن رو براشون میخونم. انقدر میگیم آقا کامنت بذارید اینجا یه چند تایشون رو انتخاب کردیم. به عنوان مثال آقا یا خانم آسی نوشتن که عجب انتقامی حذف شد اینجوری تلافی کرد. آقا من فکر کنم که با شما هستن ایشون این کامنت. واقعا اینجوری نیست، چون من توضیح دادم تو ویدیو قبلی هم. من توی مسابقه شرکت کردم، با 4 تا رأی مثبت حذف شدم. این نبوده که رأیم هم منفی باشه به خاطر لابی بازیایی که پشت پرده بوده. ولی واقعا اینجوریه. من گفتم خود داورای گات تالنت فالش میخونن و گفتین توضیح بده که چرا. برنامه اول اختصاص دادیم به آقای ابی. این اصلا انتقام نیست، طبق گفته‌ای بوده که صحبت کردیم. قطعا ما اینجا انتقام جویی از کسی نداریم و افرادی که کارشناس موسیقی هستن فکر میکنم که بهترین داورها برای آنالیز محتوای برنامه ناکوک باشن. خودشون نگاه اجمالی بکنن متوجه میشن که ما با عقده گشایی اومدیم آنالیز کردیم یا واقعا اون طرف آقای ابی مثلا فالش خونده. بریم روی کامنت دوم. اینو من دوست دارم که آقا سیاوش پاسخ بدن. گفته که اگه همین فالش خونها نبودن الان فقط مدایی گوش میکردیم. اصلا اینجوری نیست، چون همون مده ها اومدن دارن الان فالش میخونن دیگه. و اگه این فالش خونا نبودن 4 تا آدمی که سرشون به تنشون میارزید و خواننده بودن واقعا الان خواننده های خوب کشورمون بودن، ما هم بهشون افتخار میکردیم. آره دقیقاً اینو هم بگم که یه سری مده ها هستن از خواننده ها کاور و کپی کاور میکنن مده. مثلا هر بار این دره رو گذاشته یه دم دارن سینه میزنن. خب از این چه وضعیه؟ آهنگ تتلو جفشیشو طرف رفته یه مقداری اینجوری کردش مداحی و سایر خواننده آهنگ نمیدونم هایده و مستی و بیار تا جلو. خیلی از این خواننده ها زحمت کشیدن و کاور و کپی که چند تاشون هم الان براتون پخش میکنیم که ببینید. این دل قادره تا کربلا بره، هر لحظه حاضره، هر شب مسافره. این دست سوزه دلم من کیست که با هوای ریحان خون خودت تمام داشته باش که مادر منو دستت سپرده. اکی با تو هواما بگو داری میبینی گریه. اما کامنت بعدی آقای دیوید کاپرفیلد هستن. فارسی هم نوشته. نشه شما ابی رو رد میکنی، خب جایگزینش کیو داری که معرفی کنی؟ به نظرم که نداری. آقا هومن شما پرسید. ببین امین جان، توی هر رشته‌ای، توی چه علم چه موسیقی، توی همه زمینه‌هایی که ما روی سیاره زندگی میکنیم، هر چند سال یه بار استعدادهای خوبی تو هر زمینه میان و جایگزین قبلی‌ها میشن. این نیست که آقای ابی و حالا خانم گوگوش و کسایی که حالا اسطوره‌ان برای ما فقط اینا باشن که تکرار نشن. ما تو این برنامه حتما کسایی رو معرفی خواهیم کرد که فوق‌العاده میتونن خواننده‌های خوبی باشن
و فوق العاده میتونن حتی قوی تر از این اسطورهایی که داریم باشن، چون علم موزیک دنیا و تکنیکای دنیا تغییر کرد. خب اما هومن جان یه نکته‌ای که وجود داره، حالا این کامنت بعدی رو دارم میخونم که همزمان ربط داشته باشه، میگه که اگه از ابی میخوایم تو این سن و سال ایراد بگیریم، خب فکر کنم کار اشتباهیه، چون خیلی از دوستان میان کنسرت آقای ابی که فقط خودش رو ببینن، تا اگر نتونه بخونه و اگر کم بخونه. منطقی به نظر شما این به خاطر اینکه خود شخص رو دوست دارن میرن کنسرتش؟ اصلا منطقی نیست به نظر من، چون شما بالاخره اون خواننده است، تو میری کار هنری رو ببینین. درسته که کاراکتر اون آدم مهمه، دیدنش مهمه، ولی اینور دنیا اگر شما بری مثلا یه خواننده مثل دیوید گیلمور رو بری نزدیک ببینی انقدر فالش میخونن، مردم پولشون رو میخوان از اون کنسرت. اینجوری نیست. بسیار عالی. یه توضیح فنی هم که از این دوستان داده آقای سیامک زندی، خیلی تخصصی نوشتن که اصلا اگر اشتباه کنم غلط املایی افکام داشته، فرکانس 430 که همیشه موزیکا با این فرکانس نواخته میشه تاثیر بدی روی انسان داره. به قولی فرکانس شیطانی میشه گفت که بهترین فرکانس اینه که زیر 400 باید باشه که انرژی مثبتی انتقال بده. آقا سیاوش، شما چون تخصصتون موسیقی و مهندسی صدای، توضیح بدید این فرکانس اصلا چی هست؟ ولی کودکستانی لطفا توضیح بدید، ما نمی‌فهمیم. یعنی چی زیر 400 باشه بالای 430 باشه؟ شیطان ترپی به شیطان پرستی داره؟ بفهمید. خب نه، من الان میگم اولا که این دوستمون خیلی اشتباه داره. اولا که 430 نیست، اون 432 هرتزه که موسیقی در ابتدای در واقع تاریخ موسیقی که موسیقی مدرن امروزه، تمام ارگای کلیسایی بر اساس فرکانس 432 که لا نوت مرجعش هست و میان اون لا رو فرکانسش رو 432 هرتز در نظر میگیرن، 430 نیست. پس بعدش هم الان موسیقی که الان داریم ازش استفاده میکنیم 440 هرتز هست، یعنی نوت لا رو بر اساس فرکانس 440 هرتز کوک میکنن. حالا این قضیه شیطانی و اینا که میگن چیه؟ اون اوایل موسیقی که شاید خیلی نوپا بوده، اومدن تو کلیساها گفتن که فاصله اول و پنجم در کنار هم نباید قرار بگیره، فاصله شیطانی بهش میگفتن. که مثلا خیلی از آرتیستای اون موقع مثل ویوالدی، مثلا پاگانینی، اینا خیلی از این فواصل استفاده میکردن، به اینا میگفتن اینا موزیکتون شیطانیه، در اصل که اصلا هیچ ربطی نداره و اصلا اینا یه سری چیزای من به نظر من مزخرفه که به خاطر نداشتن اطلاعات صحیح به وجود میاد. ولی اون فرکانسی که اون دوستمون منظورش 432 هرتز و بله در ابتدای تاریخ موسیقی مدرن امروزی تمام نوتای لا بر اساس 432 هرتز کوک میشده، ولی الان بر اساس 440 هرتز کوک میشه. 440 هرتز شد به خاطر اینکه استاندارد موسیقی به اون شکل رفت، به اون سمت رفت برای راحت شدن و بهتر شدن همه چی بوده. بسیار عالی، ممنون. شد بحثتون تخصصی بود. کامنت بعدی که اومده، حالا مثلا یکی دو تا دیگه هم بخونیم بریم روی برنامه. چقدر از هومن سوال دارم. میگم هومن مگه بعد پرشین گات تالنت رفته کنسرت که فهمیده؟ اگه بی علم بودن و بد بودن، چرا رفتی آهنگ منظورشون ابی هستش خوندی و اونجا هم اون همه کاشه خاری کردی؟ کلا کامنتش منظورش این بود. بفرمایید آقا. من قبل از گات تالنت هم میدونستم که این خواننده‌های ما فالش میکنن، چون کنسرتاشون رو رفته بودم. این دوستان عزیز من بگم پس من باید کجا خودم رو نشون میدادم؟ شبکه‌ها که پارتی بازی و مافیا بازی کاراتو که پخش نمیکنن. هیچ جایی برای این نبوده که ما خودمون رو ارائه بدیم و بتونیم ما هم بگیم ما هم انسانیم، حق زندگی کردن داریم، ما هم کارامون رو ارائه بدیم. خب وقتی که اینجوری بوده، من دیدم که یه روزنه‌ای باز شده که من میتونم برم پیش خود اون خواننده ها، کار خودشون رو شاید بتونم تمیزتر بخونم که به مردمم و به اونا ثابت بکنم که این موسیقی رو تمیزم میشه خوند. و همین دلیل رفتم تو اون برنامه شرکت کردم که تو دل خود اونا آهنگشون رو بخونم، چون هیچ جای دیگه باز نیست برای اینکه یه جوون خوش نشون بده. بسیار عالی. و آخرین کامنت رو هم من میخونم. کامنت خیلی زیاد بوده، گلچین کردیم که حالا اونش یه مقدار بیشتر نه انتقادی داشته، چون کامنت های مثبت هم زیاد بوده. دم همتون هم گرم. گفته که این قضاوت رو درسته، آقای ناصر گفته، ولی تمام این اشتباهات در برنامه‌های زنده هستش، ولی شما این نرات‌ها رو محال در ضبط اصلی بتونید بگیرید ازشون. یعنی که این فالش خوندن‌ها محاله که در ضبط اصلی باشه. خب من سوال اول از آقا سیاوش و آقا من از جفتتون میپرسم. آقا سیاوش، خواننده‌ای هست که توی استودیو هم فالش بخونه؟ یکیشو من خودم میتونم مثال بزنم، بعدش شما هم مثال بزنید که
توهی آهنگ 100% که ما همون قسمت دوم سوم فکر کنم آنالیز کردیم، کلا اون آهنگی که داشت میخوند فالش بود و اصلا از کوک و موک و اینا خارج بود. شما مثال دیگه سیاوش میتونی بزنی برای ما؟ بله چرا نمیتونم مثال بزنم، خیلی زیادن. حالا اصلا مسئله این نیست، مسئله اینه که همین حتی آقای ابی هم که ما بررسیشون کردیم توی کارهای قدیمیشون هست به وفور که ایشون حتی با این که آلبوم تو استودیو ضبط شده هم فالش خوندن. یعنی اصلا میگم حالا یه سری ها فکر کردن ما قصد و غرض داریم، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. مهمترین چیز واسه ما اینه که درک بشه تفاوت درست و غلط، یعنی اون چیزی که واقعا درسته نشون داده بشه. همین. بسیار عالی. هومن شما دارید مثالی رو که توی آنالیزهای خودتون آلبومی منتشر شده باشه، تنظیم شده باشه، میکس و مسترش صورت گرفته شده باشه و پخش شده باشه توی بازار، ولی فالش باشه یا از نوت و اصطلاحاً ناکوک باشه دیگه، خیلی خودمونش به شما بگم، هست موردی؟ ببینید خواننده‌های قدیمی ما قبل از انقلاب زمان شاه اینجوری بوده که اگر یه نوت فالش می‌خوندن آهنگساز تنبیهشون می‌کرده، به خاطر اینه که اون موقع تمیزتر می‌خوندن. خب حالا وقتی میان اینور می‌بینن که هر کسی داره کار خودش رو میکنه و میره کنسرت، مردم هم دست میزنن بدون اینکه بفهمن فالشی چیه، خارج خوندن چیه. ببینم اینجا تکنولوژی به کمکشون اومد و تنبلشون کرد. شما توی استودیو الان میتونین با ملودین اتوتیون کوک کنین، تمیز کنین و خیلی مرتب به گوش برسه. همونجوری که تو همین برنامه آلبوم لاله‌زار آقای ابی رو من آنالیز کردم، دیدین که همش ملودینه، برای اینکه خارج هم خونده اونجا با دستگاه کوک شده. آقای داریوش تو آلبوم‌های قدیمیش تماما بیرون یه سری کاراش، خیلی هاشون من حالا تو این برنامه حتما همه رو خواهیم گفت، حتی تو استودیو هم فالش خوندن. ولی الان ملودین و اتوتیون اون تمیزی‌ها به خاطر اینه که اونا کمک میکنه و تنبل کرده همه رو. بسیار عالی. اینم بعد یه چیزی هم بگم همینجا، میدونی چرا بله قدیم مشخص میشده؟ به خاطر اینکه قدیم مثل الان کامپیوتر نبوده که کل ارکستر باید میرفتن توی اتاق ضبط، صدا بردار اینور میشسته، این میکسر بوده، چه 16 تا کانال جلوش بوده، همه همزمان با هم باید لایو اون تو میزدن و میخوندن، ضبط میشده، بعد میومده بیرون. یعنی چیزی نبوده که بشینن بعدن ادیتش کنن. خیلی میدونی نمیتونستن خواننده رو کوک کنن از این برنامه. بخاطر همین کارهای آقای داریوش مخصوصا برین تو قدیمی‌هاش نگاه کنین، خیلی جا اصلا کامل بیرونه، یعنی حالا کاش فالش بود. بسیار عالی، دم شما هم گرم. این هم کامنت ها و نظراتی بود که شما مردم گذاشته بودید. اگه بازم کامنت بذارید واسه ما و نقطه نظراتون یه مقداری فنی باشه که نیاز به توضیحات داشته باشه، حتما ما در برنامه ناکوک بهشون میپردازیم و اگر سوالی تو ذهنتون هستش حتما بهش پاسخ مناسب داده خواهد شد. اما بریم یه دونه وله ببینیم بیان، بعدش شروع میکنیم برنامه رو آغاز کردن، اون هم اجرای زنده خواننده ها در شبکه‌های تلویزیونی که البته ادعا میکردن زنده است ولی خب پلی بک. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. دوستای عزیز قبل از اینکه بریم ادامه برنامه رو ببینیم، دوتا از اساتید درجه 1 موزیک ایران، بهروز صفاریان عزیز و استاد بابک امینی، در مورد برنامه ناکوک یه کامنتی دادن به ما توی لایوی که با هم داشتن. گفتم که شاید بد نباشه اونم با هم ببینیم. بریم ببینیم بعدش ادامه برنامه رو میبینیم. مردم حق دارن این موضوع رو بدونن که یک کالایی که دارن دریافت میکنن دارای کیفیت هست یا نیست. این به هر حال لازم است که گفته بشه. ولی برنامه‌ای به نام ناکوک فکر میکنم که درست شده بود. اونم احساس کردم که نقدش سمت و سوی کوبیدن آدم‌ها رو حداقل خیلی نداشت. من دیدم که کاملا کارشناسانه دارن بررسی میکنن اجراهای لایو رو و اینکه اتفاقای قشنگی داشت میافتاد که اجراهایی که به هر حال مردم میرن نگاه میکنن، وجدان کاری حرفه‌ای هر کسی باید به یک نقطه‌ای برسه که تمام تلاشش رو برای اینکه مردم اعتماد میکنن و به اون کنسرت میرن رو بکنه
بهترین نوازنده و پروداکشن رو برای خودش درست کنه، حال خودش رو در بهترین وضعیت نگه داره که در اون فضا به هر حال وظیفه اون آدمه که در بهترین شکلش این کالایی که مردم ازش میخوان رو بهشون ارائه بده. و خیلی وقتا میبینم که به خاطر اینکه سطح توقع مردم یا پایینه یا اینکه راحت تر دارن میگیرن یا کنسرت گذارا خیلی راحت بعضی وقتا اجراها رو یا پلی بک میکنن یا اون سطحی که باید رو اجرا نمیکنن به بهانه اینکه بعداً حالا ریکوردش میکنیم تو استودیو درستش میکنیم و اینا. من خوشم اومد از اینکه این نقد این شکلی شد. وظیفه آرتیسته که سطح سواد و سطح در اصل سواد هنری مردم ببره بالا. ما قرار نیست گرید بکنیم مردم. بله. مردم بکشیم بالا. بس دیگه داریم چیکار میکنیم؟ بس واسه چی داریم کار میکنیم؟ بس واسه چی ما هر چیزی یاد میگیریم؟ این مسئله تربیت انسان مستقیما رابطه داره برای خلاقیت هنری، خلاقیت‌های ورزشی و علمی. موقعی که می‌بینی یه تیم فوتبال یک کشور به بالاترین حالت و بهترین حالت میرسه، معمولاً جاییه که کل اون اجتماع از نظر همه چی به بالاترین حد میرسه. موسیقی یک کشور وقتی که می‌بینی سطح بالا میاد، همه چیز اون کشور سرمایه گذاری شده از 2-3 تا جنریشن قبل که به اون شکوفایی برسه. خب برسیم به قسمت هیجان انگیز و باحال برنامه ناکوک، اونم اجرای به ظاهر لایو خواننده هایی که در طول 10-15 سال گذشته آهنگاشون خیلی مگا هیت شده بوده و اصطلاحاً معروف هستن. اول از آقای منصور شروع میکنیم که در تلویزیون تپش ایشون اومدن دارن میخونن، البته در ظاهر دارن لایو میخونن، در باطن تا خشتک پلی بک. ببینید. سکوتت رو شکستی تو اگه کاملا ارکستر یه چیز دیگه، چون کار تنظیم، کاری که توی استودیو تنظیم کننده تنظیم میکنه، صدادهیش با لایو فرق میکنه. این موزیک کاملا معلومه که رکورد شده استودیو هست. بعد صدای خواننده رو دقت کنید، دابله، یعنی روی همه، هم صدای اصلی که تو استودیو خونده داره پخش میشه، هم صدایی که تو میکروفونه. اونی که تو میکروفونشه فالش هم میشه یه جاهایی، یعنی 2 تا صداش رو همه که نشون داده بشه لایو. در فریاد شبگیر بود برو بشکن سینک با خودش سینک نیست. آره خودش با خودش فاصله سینک داره. نیست. فاصله داره. غم جریمه هاش همه با من بزن ساز و بخون آواز توی هر کوچه و برزن. رو پلی بک خودش هم آقای منصور داره فالش میخونه، یعنی اون نوتایی که توی صداش هست اونا هم فالشه. حالا ما اونا رو میذاریم واسه بعدا، ما فقط میخوایم نشون بدیم که پلی بک اینا. خب بیان از قبلش بگن که آقا ما میخوایم برنامه نوروزی رو پلی بک اجرا بکنیم، چه ایرادی داره که مردم رو آشنا بکنیم با پلی بک؟ چرا میخوایم نشون بدیم که این لایوه؟ همین شماها اون درک مردم رو پایین نگه می‌دارین، بعد همش هم میگه مردم کار ما رو درک نمی‌کنن. خب شما باعثشین. هوا از تو، نفس از من، بهار از تو، سبد از من، یه لقمه نون عشق از تو، تپیدن های دل از من. چی بود؟ هیچی نبود. شما فالش دیگه سیاوش. حالا نکردن حداقل صدای منصور رو ببندم، اون صدایی که اونجا داره میخونه. چرا دابل اینقدر افتضاح؟ حالا حداقل رپ می‌کردن که صدا رو میبندن، یادش نبوده. اونا همینجوری دادن رو آنتن فکر میکنن. نه همینجور همشون صداشون بازه، همشون حالا میبینیم دیگه، من دیدم اینا آنالیز کردم قبلش، اینا همه صداشون بازه روی پلی بکاشون. بله اینم اجرای آقا منصور بود. چقدر با اون آهنگای قدیمیش مخصوصا فراری و دیوونه اینا ما حال میکنیم تو نگو. وضعیت این بوده. نفر بعدی آقا مرتضی هستن و ایشون هم گویا بازم همون واژه همیشگی تا خشتک. چیز خیلی جالب در مورد آقا مرتضی من بهتون بگم.
آقای مرتضی برجسته یکی از بهترین استودیوهای تو هالیوود سالها مال ایشون بوده. حتی مایکل جکسون اینا همه تو استودیو آقای مرتضی ضبط میکردن. همین یه نکته‌ای بود که خواستم راجع بهشون بگم قبل از اینکه ببینیم. باش این چجور صدا این داره پخش میشه با این کیفیت؟ میکروفون وصله به ویولونش؟ قدرت خداست دیگه. نه میکروفون وصل نیست. میکروفون کجا وصل؟ قدرت خدا رو بگو. قدرت خدا. من خیلی هم عجیبه مثلا ببین چرا آخه خب بابا این همه نوازنده خوب خفن هست. لس آنجلس کلی ایرانی داره. بعد خیلی جا آرش که بیس داره میزنه، آرش مقدم فکر میکنم نوازنده خیلی خوبیه، موزیک پارد راک میزده قدیم و اینا. ولی الان اصلا من نمیفهمم چرا باید یعنی یه میکروفون یقه‌ای هم از رضای خدا بهش ندادن که این صدا رو انقدر با کیفیت بگیره. همون بخاطر همون میگم قدرت خداست دیگه. اصلا روی ویولونه یه جا گلیساندو میکنه، این اسلاید میکنه، اصلا نیست تو دستش. یعنی اونم یه سوتی دیگه است که اینجا شاید صدا ویولون نمیاد. آره ولی اون هنوز داره میزنه. چشمام با میشه در خونمون در میزنه. صدای آقای مرتضی هم ضبط شده توی استودیو، صداشون هم ضبط شده با اون موزیک پلی بک ضبط کردن که تمیز باشه جلو دوربین که نشون بدن که دارن لایو میخونن. اصلا آدم وقتی میخواد بخونه که این فکر با قدرت خونده میشه، یعنی اصلا میلرزه اینجاهای گلو گردن، اینجاها همه تکون میخوره موقعی که شما داری میخونی. این ماهیچه ها چون همه درگیره اینجا. من حرف میزنم اینا تکون میخوره چون دارم با احساس و با هیجان حرف میزنم. میبینی تمام این گلو ملوی من داره تکون میخوره. منشون خیلی ریلکس دارم میخونم. واسه یه لقمه نون پیر و جوون به هر بری سر میزنه. اصلا تحریر آخرش هم خیلی سر میزنه. اصلا راحت سینک نیست دیگه. کلا لباش با اون چیزی که داره پخش میشه سینک نیست. دل خوره داریم خواب نداریم، واسه مشکلمون سوال داریم جواب نداریم. بیا واسه یه شب قصه ها رو کنار بذاری. امشب بزن حال کنیم رد پای عشق. واقعا امشب بزن حال کنیم. یه نکته‌ای که هست که اینه، واقعا گفتم اول حرفام، ما هنرمندمون 40 سال تو آمریکا و اروپا تو مرکز موسیقی جهان زندگی میکنن. همون روش حسین قلی خانی خودمون ادامه دادیم. امشب بزنیم حال کنیم با پلی بک و مردمم نیده بگیریم. بابا پس کی میخواد درست کنه؟ نون و پلی بکی دارن دور هم دیگه میخورن دیگه. حالا البته بازم شاهد حماسه آفرینی دوستان طراح صحنه هستیم که LED وال تا سقف، ولی خب روش فقط تپش و ضربان قلب میاد رد میشه و واقعا عالیه. آره حال کنیم دیگه. بله اینم شاهکار آقا مرتضی بود. البته اون تیم دور اطرافش. بریم نفر سومی که پلی بک کرده بودن خانم شهره. ببینیم که ایشون چجوری پلی بک کرد. ببینید. کلید که میندازی بدن دل تو دلم نمیمونه، شبا که تو میای خونه قشنگ هم خونه. این صداش اکو داره تهش، قشنگ اکو استودیوییه. درسته آسیاش؟ ببین آره دقیقاً. حالا ریورب اسمش که یعنی اون پیچش صدا توی محیطی. بچه‌ها مثلا صدای خودش خیلی کم اون زیر هست. یعنی اگه دقت کنی صدای خود خانم شهره رو میشنوی، زیر خیلی کمه ولی من میشنومش. و بله دیگه اون صدای وکالش رو قدیم آوردن و گذاشتن و فالش مالش اینا هم که هست یا نیست. والا آخه الان اصلا صدای خودشون خیلی کم میشنوم. اگه صدای خودشون یه ذره بیشتر باشه میتونیم تشخیص بدیم، ولی من خیلی جزئی تو میکس اون پایین فقط برای اینکه طبیعی صدای محیطم. چون یکی از کارهای دیگه ای که میکنن اینه که شما صدای محیطم داری دیگه، آمبیانس داری. دقیقاً آمبیانس هم از طریق اون میکروفون، چون
پولار پترنش کاردیوده معمولا، یعنی از جلوشو میگیره پشتشو نمی، هر جا که میچرخه ایشون باید آمبیانسش یه ذره عوض شه که قابل تشخیص نیست. بخاطر همین اون ریورب امکان نداره اونجوری به نظر برسه اگر ریورب لایو باشه. میای خونه خونه قشنگ هم خونه بعد همینجا صدای استرینگایی که صدای ویولونایی که استرینگ بهش میگن وقتی یه مجموعه میشن میاد، کاملا مشخصه که توی استودیو اون استرینگا چند تا لایه روی هم رکورد شده. اصلا اینجا یه همچین چیزی ما نداریم. اون کیبورد هم همچین سمپلی رو نداره که اصلا بخواد یه همچین صدای استرینگی رو تولید بکنه. آره بعد استرینگ سکشن داره میزنه، یعنی هم چلو داره تو اون، هم ویولا داره، هم وایلن داره، هم کنتراباس داره، همه اونا هست. بعد کیبورد هیچ موقع اونجوری صدا نمیده، یعنی سمپلای کیبورد یه ذره مصنوعی به نظر میرسه، ولی این قشنگ معلومه استرینگ سکشن نشستن زدن تو استودیو. بله برسیم به آقای کوروس که کوروس نورمال با اندی خیلی سر و صدا میکرد خوانندگیش و مردم اندی و کوروس رو همیشه پکیج کامل واسه خوندن میدونستن و خیلی خاطره داشتن. اما ببینیم که ایشون چجوری پلی بک کردن. این پلی بک دیگه 100% یعنی ضبط شده از تو استودیو دیگه. تابلو بود دیگه. نگفت اصلا. اولیو گفت، دومیو داد به همون خدا. آره دیگه. قدرت خداست اینا، همه قدرت خداست. اصلا همینجا اینو گروه موزیک اینقدر تمیز و تایته، اینا کارهای تنظیمیه توی استودیوه. نه دیگه این مانیتور هم بغل مشخصه کاملا اینجا دارن پلی میکنن، زحمت پلیشو دارن. آره فولدر باز کرده قشنگ صفا سیتی سرندیپیتی. فولدر پلی بک کوروس بزنیم. نه بیس هم سینک نبود چون بیس داره آمبولانسی میزنه اصلا، میگه بوم 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 بوم. نه این پایینش هم فیش نیست، نکن فیش هم نیست. اون چرا فیشش نارنجیه، تو اون پشت اون نارنجیه محو شده. من نگاه کردم فیش وصله، ولی اجازه بدین ببین گلم من آماده کردم براتون چون دیدم فیش هیچکی وصل نیست. این فیش دو سر داره. خب یه سر دوستامون به ساز وصله، این سر است که بغل اون پمپ است تو آکواریوم اونه. بسیار بله گفتم دقیقا همون بعد بشه. تو به خونه من یکی یه دونه من بهار نارنج خوش اومدی گل من. اصلا صدای خواننده کاملا تمیز شده، خواننده صدا استودیویی ضبط. بعد این میکروفون که جاش تغییر میکنه هی توی خوندن، این بالانس بالاخره شما تو میکروفون حرف میزنی عقب جلو میکنی، صدا باید کم و زیاد بشه دیگه. حتی ما پلی بک کردن اون آرتیستامون هم رو حساب کتاب نیست. بسیار عالی. حالا یه نمونه پلی بک هم جلوتر بهتون نشون میدم، پشماتون بریزه. اگه خواستید همین الان نشون بدم. نظرتون چیه؟ نظرم ببینی بذار من یه پلی بک بهتون نشون بدم. چربا یه چربشو بذار واسمون اگه میشه. بفرمایید. اصلا میکروفون رو ببین چجوری. اون چیه داداش؟ مایکل جاکسونه بابا این آخه اصلا اینجوری کی میکروفون میگیره؟ صبر کن ببینم سخته اینجوری چجوری میگیره؟ چجوری این لای دو تا انگشت انداخته اینجوری، یعنی یه حالت خاصیه. ببینید ادامه بدیم که این یه تیکه که کتو میبره این خودش 3 امتیاز مثبت. این 3 تا دختر الان با این حرکت تور کرد. این حرکت 3 تا دختر رو داداش این تو صدا سیماه همین؟ بله شبکه شما. ما داریم به سمت عقب حرکت میکنیم، موسیقی داره میره جلو، ما داریم میریم سمت عقب. خیلی جالبه. یه خواننده حرفه‌ای همیشه میدونه که نباید اونجوری به میکروفون تپ تپ و تپ تپ بکنه چون صدا اونور میگه گوپ گوپ گوپ، دوتا اونجوری بزنی. ببینید تو به زندگی عاشقونه من
نه داره یا میزنه. والا. تموم شهر پر شده از عطر تن تو، من بیقرارم تا بیام به دیدن تو، من زیر این نم بارون تو رو میخوام، از همه بیشتر از دل و جون تو رو میخوام. نکته‌ای که وجود داره رو من بگم بعد آقا سیاوش توضیح بدن. رو تمام این میزا ما شات مشروب و اینا رو هم میبینیم، شراب و اینا. بعد اینا شاتا رو زدن دارن میخونن کوک کوک. این باک پر نشستن اونجا. به. بعد آینه میخونه طرف. آقا هومن امکان داره طرف انقدر بتونه آینه و کوک بخونه؟ اصلا محال ممکنه، چون ما اجرای لایوشون رو داریم میبینیم با گوشی‌های مردم گرفته شده. اصلا همچی چیزی نیست، نخواهد بود و نخواهد شد. بهار نارنج. این آقا این اینجوری میکنید این صدا دور میشه برادر من. دو وجب اصلا صدا رو این میکروفونات دو وجب رو نمیگیرن، انقدر نهایت یه وجب. درسته آقا سیاوش؟ من به هر حال فکر کنم به یه حدی که این دقیقاً انقدر میبره عقب، انگار اینه. مخصوصا تو لایو، برای اینکه اگه اون میکروفونه بخواد همه صدای دورشو بگیره، با اسپیکر دیدین شما میکروفون رو وا میکنین جلو اسپیکر سوت میزنه اصلا. خب به خاطر هم اون فقط جلوشو میگیره، معمولا میکروفونای داینامیک این شکلی، همین که وقتی فقط جلوشو میگیره نه، حتی موقع لایو صدا گرفتن هم گیت میذارن روش که صدا ولوم صدا از یه حدی که میاد پایینتر اون گیت اتوماتیک اینو قطع میکنه که صدای محیط رو نده تو میکروفون. دقیقاً. بس اونجوری سه وجب فکر میکنم فاصله است از میکروفون تا لحظه‌ای که میخواد بخونه. البته میشه ها، باید هوار بزنه اونجا. اون اگه میتونه چرا صدا رو میگیره، ولی هوار باید بزنه که اونجا بگیره. مثل آقا ابیدی دیگه گرفته و سر زانوش. آره. بله شاهکار آکوروس رو هم دیدیم. اما توی این برنامه دو تا واقعا خودشون زنده خوندن. یکی حمید طالبزاده و اون یکی کی بوده آقا سیاوش؟ آقای ستار. بسیار. این دو نفر اصطلاحاً زنده و لایو خوندن. البته یه چیزی هم من بگم، ما نباید خورده بگیریم از واقعا اون دست‌اندرکارانی که این برنامه رو تهیه کردن. شاید واقعا خود خواننده ها توانایی خوندن لایو ندارن، واقعا ندارن. به زور که نمیتونیم به طرف بگیم که آقا لایو بخون. و قطعا همینطوریه دیگه، چون اون بنده خدا تقصیری نداره تولید کننده برنامه. وقتی آرتیستش نمیتونه اجرا کنه که نمیتونه معجزه کنه. تمام امکانات رو هم گذاشته اونجا دیگه، یعنی انواع اقسام سازها و دوربینا و میکروفونا همه چیز هست و ما اینجا حمید طالبزاده رو می‌بینیم با همون امکانات الان داره لایو میخونه. پس این باگ از خود خواننده باید باشه. ببینید این آدمای پوریا عشق تو خواستن غلطه. یعنی اصلا صدای ارکستر فرق میکنه همین. یعنی تمام چیزی که تا الان شنیدیم تمام ارکسترا باید همین صدا رو میداد. این صدا لایوه، قشنگ من تشخیص میدم. صدای محیط درسته، پیچش صدا تو محیط درسته، سازا صداشون داره میاد، صدای خواننده درسته، عقب جلو شدن میکروفون داینامیک صداشو تغییر میده. خب مشخص لایوه. اگه این لایوه پس اونا لایو نیست. خودش رو ثابت میکنه برنامه. آقا من نظر شما چیه؟ دقیقاً تنها کسایی که شهامت کردن و به خودشون اطمینان داشتن خب حمید طالبزاده بوده و آقای ستار. درسته که حالا یه خورده کم و زیاد بوده صدا، اونم میذاریم به حساب تمرین نکردنشون، ولی همین شهامتشون قابل تحسینه که توی این همه پلی بک تونستن لایو بخونن. عید همگی مبارک. من فکر میکنم که حمید برای اینکه ثابت بکنه لایو داره میخونه توی اون پلی بک اونا خیلی صحبت میکنه تو میکروفون که آره بیننده و شنونده. آقا فکر نمی‌کرد الان که ببینه میگه اینا همه پلی بک. بذار من یه چیزی بگم آقا به خدا من دارم لایو یه صدای دستا هم یه ریز ملو هم میاد اون زیر. آره دقیقاً. بله دست شما در نکنم. من مرسی از توضیحاتتون. اما میرسیم خواننده بعدی آقای آرش آوین. باز هم ایشون پلی بک کردن. این صدای چیه؟ کلارینته که کاملا مشخص لایو زدن توی استودیو. ما میبینم اون نوازنده توی این ارکستر کجاست. بعد کیبوردیست هم نمیتونه یه همچین کلارینتی رو به این تمیزی بزنه که اینقدر لایو صدا بده. نوازنده واقعا تو استودیو زده.
تفاوت کلارینت لایو با کلارینتی که مثلا با کیبورد میزنی اینه که این یه سری دمپر داره، وقتی دارن کلیداشو فشار میدن دمپرها لاستیکیه، سر اون حفره ها رو اونا میپوشونه، بعد اونا صدا میده، صدای کلیدا میاد تو ضبط زنده واقعی. ولی با کیبورد که میزنی اون صداها، اون جزئیات وجود نداره. اینجا اگه با دقت گوش کنی صدای کلید عوض شدن رو کلارینت هم میاد حتی تو ضبط. بسیار توضیح جالبی بود. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا نوش دارویی و بعد سینک نیستش، لبخونیش با چیزش معلومه پلی بک اینه. آهنگ خودشون نمیتونن پلی بک بکنن؟ حداقل بی کلامشون میبردن روش میخوندن، یا نمیدونم چرا نمیکنن واقعا. اصلا اگه قبلش بگن که آقا ما میخوایم کلا این برنامه رو پلی بک اجرا بکنیم، حالا یکی دو تامون لایو میخونم، ما هم میپذیریم، میگیم خب پلی بک دیگه، حالا سینک هم نباشه، لب مشخصی که پلی بکه، ولی نباید بگن لایو بعد بفهمیم که پلی بکه. خیلی بده این. آمدی سنگ دل این زودتر میخواستی. اصلا صدای اتوتیون کاملا مشخصه دیگه، صدای لرزش اتوتیونی که میفته یه ذره جزئیات صدا رو درست میکنه کامل مشخصه دیگه، معلومه تو استودیو درستش کردن. بله، جای آقای آوین هم دیدیم. نفر بعدی آقای مایکل که دستی هم بر تقلید صدای خواننده های دیگه هم داشتن و در طول سالهای گذشته هم برنامه‌هاشون رو دیدیم. ببینیم که ایشون چیکار کردن در این برنامه ویژه نوروز. و خیلی جالب این آهنگ آقای ستار رو برده استودیو ضبط کرده و خیلی تمیز میخواد پلی بک نشون بده که دارم لایو میخونم. بعد ریاکشن آقای ستار هم خیلی جالبه، ببینید. جوهر عشقم دوات رد پاش رو نامه هات، کشور خوب و قشنگم دل من همش باهاته، هنوزم دل دیوونه. اونجایی که میکروفونو انقدر فاصله میده، ایشون هم مثل که از خواننده‌های دیگه هم یاد گرفته که میکروفون دم زانو بگیره. اصلا یه همچین چیزی توی میکروفون سیاوشان صدا باید بره ته چا دیگه، غیر از اینو مگه؟ اصلا میگم میره تو افت کوالیتی اصلا پیدا نمی‌کنه. هر یه گوشه از دیارم واسه اینجا آقای ستار اولا که ریاکشن خواننده‌های ما خیلی جالبه. خانم شوره داره سرشو تکون میده با پلی بک مایکل که حالا مایکل خودش تقلید صدا میکنه در واقع. بعد آقای ستار روی صورتشو گرفته انگار داره گریه میکنه با این آهنگ. من نمیفهمم اون چه حرکتی آقای ستار انجام داده. تحت تاثیر قرار گرفته، تحت تاثیر و تاثیر. آخه با پلی بک خودش، با پلی بک مثلا کوالیتی یه خواننده‌ای که اصلا خواننده نیست، مایکل اینجا داره خوانندگی میکنه واسه اون مردم. تمام اجرایی که آقای مایکل تو این برنامه انجام دادن همش پلی بکه. آقای مایکل رو بریم سراغ بلک کت لطفاً. بله، اما آخرین اجرایی که میخوایم براتون توی این برنامه نشون بدیم، چون بقیه هم دیگه پلی بک بوده دیگه، درسته سیاوش؟ بله دیگه، تا فقط حمید طالبزاده لایو بود و آقای ستار تو این اجراها که دمشون گرم به خاطر جرأتشون. بسیار. آخرین هم فقط بلک کتس رو میذاریم که نشون بدیم که ایشون هم پلی بک بوده در این برنامه. نه شراب روز میخواهم، نه جنس اون بری، از همین سگ مزه های تلخ ایرونی بریز. اصلا کاملا امیر جان، کاملا این تنظیم استودیوییه، چون درامزی هم که استفاده شده درامز الکتریک، اون اسنیر و کیک و اینایی که داره استفاده میشه تمام صداهای آکوستیک درامز نیست، الکتریک، و این اسلایدهای بیس همه به قول سیاوش سینت بیسه. و جالب ایشون خواننده جدید بلک کتس. آقای شهبال هم هی نمیدونم چجوری با قلاب اینا رو از کجا میگیره میاره. تنها خواننده‌ای که تو بلک کتس تونست واقعا خوب باشه کامیار بود که کامیار هم لایوش خوبه هم استودیوش خوبه. مثلا سامی بیگی رو کامیار داده، خیلی موزیسین خیلی خوبیه کلا. دقیقاً سامی بیگی رو داده که اصلا اون که هیچی، اصلا خب بنده خدا حتی گامار هم تشخیص نمیده. ایشون هم آورده با این یه آهنگ تو تمام برنامه نوروزی آقای شهبال این بچه رو برده، همین یه آهنگ و پلی بک تو همه شبکه‌ها میبینینش تو عید. خیلی جالبه. آقای شهبال تولیدی پیشی داره دیگه، هر از گاهی یه پیشی میده به بازار و آره بعدش هم میشن سولو آرتیست بعدش. لطف کن از دور بعدی به کلیوانی بری،
بله لطف کنن از صحبت دور پیکه بعدی ها. لیوانی بریز. بله همش اینم صحبت داستان باک پر کردنه داداش. بسیار عالی. همه جا. بله دم شما گرم آقا سیاوش. دم آقا خودت هومن. گرم دادا. دم مرسی. خودتون دیدم گرم. لهجه دارم گفتم برم تو این لهجه. آقا من کلام پایانی دادا. چی بگم امین جان، کلام پایانی اینه که واقعا این تیمی که الان ما شدیم اجازه نخواهیم داد که دیگه پلی بک رو به اسم لایف به مردم بدن، چون ما نماینده مردم اینجا نشستیم. مرسی دردت بانچو. میدانی چیزا آقا من اینکه دارم کردی قصه میکنم. بله آقا سیاوش میدانی چیزا اینکه بی بی سی و آونگ باقی آونگ که ما در آخرین لحظه که میخواستیم موزیکاشون رو بذاریم واسه آنالیز، آهنگی که ویژه نوروز استفاده کرده بودن رو حذف کردن و دستمون در رفت اصطلاحاً، یعنی دیگه نذاشتن توی سایتشون بمونه. بی بی سی هم دیگه واقعا وقت نمیشه، ولی اونم تا خشتک پلی بک بوده، خودتون برید ببینید متوجه خواهید شد. آقا سیاوش بفرمایید کلام پایانی. کلام پایانی این که دستتون درد نکنه واسه پلی بک های نوروزی. بوس بهتون واقعا که فکر میکنید ما پشت کو اومدیم ولی با هلیکوپتر اومدیم. این هیچ موقع یادتون نره. بله دم شما گرم. ممنون از آقا سیاوش از استکهلم سوئد و آقا هومن از اشتوتگارت آلمان. لطفا برامون کامنت بذارید، حتما کامنتاتون رو میخونیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی هم اگر حال کردید کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون آقا سیاوش. آقا سپاسگزارم. مرسی. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.